191-е шахеды. Shahid 129. Shahid 136. Дроны Шахед 136. Shahid 136 or a drone. اسمه شاهد. Иранскими Шахед 136. شهيد 136. Drones Shahid. Shahid 136 drones. Shahid 129. Shahid 108. طائرات الشاهد 136. Shahid 136, Shahid 131. The Shahid 181 and the Shahid 191. پرچمدار این روزها صحبت درباره پهپادهای ایرانی زیاده. شاهد نامیه که این روزها زیاد میشنوید. اما خود واژه پهپاد هم تا چند سال پیش چندان شناخته شده نبود. سوالی که شاید تا به امروز برای خیلی ها به وجود اومده اینه که داستان پهپاد از کجا در ایران شروع شد؟ ما کی فرصت کردیم به یک قدرت پهپادی تبدیل بشیم؟ چه اتفاقی به دور از چشم ما افتاد که به یک باره طی چند سال اخیر کلیدواژه ایران و پهپاد ورد زبان همه شد؟ اینها سوالاتی است که ما به دنبال پاسخی برای اون می‌گردیم. کسب اطلاعات و شناسایی تحرکات و مواضع دشمن نیاز حیاتی هر جنگی است که نقش مستقیمی در شکست یا پیروزی دارد. یکی از نخستین شیوه‌های کسب اطلاعات از دشمن تاثیربرداری هوایی است. با آغاز جنگ تحمیلی این مسئولیت به نیروی هوایی ارتش که به کارگیرنده هواپیمای شناسایی عارف-4 در گردان 11 شناسایی بود سپرده شد. تصاویری که توسط این گردان تهیه می شود در سالهای ابتدایی جنگ گره‌گشای بسیاری از عملیات‌های زمینی ایران بود. اما در ادامه با تجهیز ارتش بعثی عراق به سامانهای پدافندی پیشرفته آمار تلفات و انهدام این هواپیماها بالا می رود که نتیجه آن کاهش پروازهای شناسایی و خالی شدن دست فرماندهان از تصاویر هوایی است. در جنگ‌های کلاسیک و قبل از اون هم این اطلاعات با هواپیماهای سرنشیندار جمع آوری میشد، با هواپیمای F4 که یه سری تصویربرداری میکردن. منتها در اون زمان امکان عکسبرداری هوایی با به اصطلاح هواپیمای F4 وجود نداشت و به این نتیجه رسیدیم که بتونیم با یک هواپیمای کوچکتر بدون سرنشین تا یه حدی که بتونیم از جبهه دشمن عکسبرداری کنیم. گردان رد در واقع سال 63 با این نیت شکل گرفت، به طوری که نقشه هایی که ما داشتیم، نقشه های جغرافیایی که ما در کشور داشتیم حد اکثر تا سال 1953 بود و هواپیماهای شناسایی ارتشی ما هم که بعضاً عملیات‌های شناسایی انجام میدادن در ابتدای جنگ هم جان خلبانانشون به خطر میافتاد و همین که برای مملکت هزینه داشت. جنگ ادامه دارد و فرماندهان برای برطرف کردن خلأ تصویر هوایی و یا به عبارت دیگر اطلاعات از وضعیت و آرایش دشمن باید دست به ابتکاری جدید بزنند. این نیاز عملیاتی منجر به ارائه طرحی از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان می شود که بر اساس آن با قرار دادن یک دوربین عکاسی معمولی بر روی یک هواپیمای مدل کوچک از خطوط دشمن و استعداد آن عکس برداری کند. یه دوربین خیلی ساده که اوایل دوربینای کوچکتری بود، بعدها دوربین مثلا خیلی پیشرفته ترمون شد، دوربین کنون F1 که این رو توی بدنه این هواپیما میگذاشتن
به صورت مایل هم نصب می‌کردن که بتونه عمق بیشتری از خط دشمن رو بگیره و تا جایی که میشد اون نفری که می‌خواست کنترل کنه هواپیما رو به خط عراق نزدیک میشد. تو مقطعی که حالا خودمون کار پروازی میکردیم تو طول دفاع مقدس، نگران این بودم که این هواپیما ما اگه دست عراقی‌ها بیفته چقدر به اون میخندن. یعنی اگه این پهپاد دست ارتش بس بیفته به اون میخندن، این چیه اینا اینقدر یه چیز ساده‌ای رو دارن میارن باهاش میجنگن. منبع سوخت هواپیما، مخزن سوخت هواپیما، از ظرفای سرم استفاده میکردیم. ظرفای پلاستیک سرم با همون شیلنگ خودش که این سوخت از داخل این سرم میرفت وارد اون شیلنگ میشد، میرفت داخل موتور میشد و اینقدر ما این پیچ هوا و سوخت تنظیم میکنیم روی زمین. حالا سوخت تعیین شده، میخوایم موتور روشن کنیم. ملخ هواپیما از چوب بود، یه چوب خیلی سختی بود و این با دست روشن میشد. یعنی در واقع ما هندلی بود، ما با هندل با دست این ملخ رو میچرخوندیم، این ملخ میچرخید، موتور فعال میشد و روشن میشد. با همین امکانات اندک رفتن و چند تا عکس هوایی از مناطق عملیاتی با سختی گرفتن آوردن، به طوری که وقتی که این عکس ها رو به فرمانده وقت سپاه تحویل دادن، ایشون اذعان کرد که این عکس ها به مراتب ارزشش از 1000 تانک برای نیروهای رزمی ما بیشتر و بهتره. اینقدر درخواست از منطقه غرب آمد که تشخیص داده شد گردان رد یک یگان هوایی پهپاد به اسم القارعه در غرب کشور هم تشکیل بده برای شناسایی مناطق غرب. واحد عملیات پهپاد حرکت می‌کنن انشاءالله به اولو قوه الهی عملیات شناساییشون رو انجام بدن. حالا جنگ تموم شده، اعلام کردن که جنگ دیگه به قول ما قطعا پذیرفتیم. این بحث بین فرماندهان در گرفت که خب حالا پهپاد تعطیل یا نیاز بهش هست یا نیاز بهش نیست. شهید بیگدلی روزی که فرمانده پهپاد شد، من مسئول آموزش پهپاد و عملیات پهپاد تو با هم بودم. اومد به من گفت که به من مأموریت دادن که پهپاد رو جمعش کنیم توی مدت 6 ماه، ولی نمیخوام این ننگ به دست من رقم بخوره. شما هم کمک بکنید یه جورایی این فضا رو پشت سر بگذاریم. و خود پهپاد رو هم تقریباً به نوعی نیروی هوایی تو حاشیه برد. شاید اگر مثلا همون چند تا پرواز مربوط به هدف و تامین توپای پدافندم نبود، همون موقع پهپاد جمع شده بود. اون تا چون یه نیمچه مأموریتی، هرچند مأموریت خیلی استراتژیکی نبود، اون رو داشتیم، نتونستن جمع کنن پهپاد. ما صنعت پشتیبانمون در طول دفاع مقدس و بعد دهه‌های بعدی در وزارت سپاه اوایل و بعدها در وزارت دفاع مجموعه صنایع هوایی قدس و مجموعه بخش ابابیل حساب بود که تأمین می‌کردن تجهیزاتی که ما مورد نیازمون بود. اولین پرنده‌ای که صنایع قدس اون موقع تولید کرد به عنوان پرنده پرواز کور، به این معنا که پروازی انجام بشه و از دید بصری خلبان خارج بشه. این پرنده کارش این بود که میتونست حدود 7 کیلومتر تو عمق بره توی مسیری مستقیم و با همون جهت برگرده به سمت خودمون. این نهایت پرواز و اتوپایلوت و پرواز کوری که میتونست انجام بده این بود. مثلا ما باد پهلو داشتیم، این هواپیما به نقطه مبدأ خودش بر نمیگشت، گاهن باد 1 کیلومتر، نیم کیلومتر فاصله یا اصلا بعضی وقتا گم میشد تو برگشت. مجبور میشدیم چتر رو بزنیم، چتر پرنده رو، که اون چتر وقتی باز میشد چون رنگی بود و اینا تو آسمون مشخص میشد. با این حال با گسترش و توسعه قدرت موشکی در نیروی هوایی سپاه، نیاز به شناسایی و اطلاعات مکانی از اهداف برای نبردهای احتمالی یکی از ضروری ترین نیازهای یگان موشکی محسوب می شود. نیازی که در خلأ تصاویر ماهواره‌ای می بایست توسط پهپاد برطرف می شد، اما پرنده هایی که در صنعت پشتیبان ساخته می شوند پاسخگوی نیازها نیست. ما اصلا هم زمان جنگ هم تو اون مقطع رویکرد نیازهای ما خصوصا نیروی هوافضا نیازهای اطلاعاتی بود، نیازهای شناسایی بود. ما بزرگترین مشکلمون اون موقع این بود که چشم موشکی در واقع فعال نبود.
تو مانور تربت حیدریه تقریبا همه توان پهبادی کشور رو ما بردیم. آقای خرم تلاش فوق‌العاده‌ای کردن اون موقع و اتفاقی که افتاد یه جریان جدید بود. همه تلاش‌ها رو بسیج کردیم و انتهای مانور هم نتیجه منفی گرفتیم. من یه جلسه ای رو با دوستان صنایع وزارت دفاعمون تشکیل دادیم. ببینید این نکاتی که من عرض میکنم خدای نکرده باعث کدورت چیزی نشه از طرف دوستان ما. من به عنوان به اصطلاح اون مقطع جانشین پهپاد بودم، توی این جلسه شرکت کردم. به آقایون گفتم که ببینید دوستان، ما در نیروی هوایی سپاه پهپادی نیاز داریم که بتونه حداقل 10 ساعت پرواز کنه. نیاز داریم 100 کیلو پیلوت با این هواپیما ببریم. چرا؟ دیدگاهمون این بود که از اون مقطع ما بایستی بیایم محموله های رزمی روی این پهپادو ببندیم که بتونیم تو عرصه‌های رزمی هم ورود پیدا کنیم. برای همین عزیزان تشریح کردیم سطح نیازمون در نیرو هوایی سپاه رو تو اون مقطع. خب یکی از دوستان خدا رحمتش کنه، الان ایشون به رحمت خدا رفته، تو اون جلسه برگشت گفت که این چیزایی که شما میگید خب خیلی خوبه، ولی این مهاجر 2 هم هواپیما خوبیه ها. انگار که این اتاق رو بلند کردی کوبیدی تو سر ما. در همین مقطع فرماندهی پهپاد برای رفع نیازمندی‌های تجهیزاتی خود صنایع هوایی شاهد را انتخاب می‌کند. شاهد مجموعه‌ای برای ساخت بالگردهای رزمی است که دانش و استانداردهای سختگیرانه هوایی در آن نهادینه شده است و همین موضوع مزیت صنایع هوایی شاهد نسبت به صنایع قدس محسوب می‌شود. با این حال در صنایع هوایی شاهد چندان تمایلی برای ورود به حوزه بدون سرنشین وجود ندارد که علت آن فعالیت و تمرکز این مجموعه بر ساخت بالگردهای رزمی است. علیرغم مخالفت مجموعه شاهد با دستور شهید کاظمی بخش بدون سرنشین در این مجموعه راه اندازی می شود و یک فروند پهپاد هرمس رژیم صهیونیستی هم در اختیارشان قرار می گیرد تا مبنای تحقیقات برای ساخت پرنده های بدون سرنشین باشد. یه پرنده اطراف مریوان سقوط کرده بود. این پرنده از رژیم اشغالگر بود، اومده بود برای شناسایی اینا. این پرنده جزء پیشرفته ترین پرنده های دنیا بود به لحاظ بحث رادارگریزی. یعنی این پرنده رادارگریز بود که در واقع با اشکالی که در موتورش به وجود اومده بود اطراف مریوان سقوط کرد بود که اینو تحویل شاهد دادن برای بحث مهندسی معکوس. اولین پهپاد غنیمتی که به دست مجموعه نیروی هوافضا افتاد پرنده هرمس بود که توی مجموعه اسم پرنده ایکس میشناختنش. در ابتدای کار 10 نفر از مهندسین مرکز شاهد جدا و به سرپرستی مهندس نصر اصفهانی که حالا مدیر پروژه و مسئول بخش بدون سرنشین مرکز شاهد است مشغول به کار می شوند. با این حال کماکان در شاهد مقاومت‌هایی در زمینه ورود به بخش بدون سرنشین وجود دارد، چرا که آن را کاری دم دستی و ساده می‌دانند که سرعت مجموعه در دستیابی به بالگردهای رزمی را کند می‌کند. مهندس نصر ایشون شد مسئول این بخش بدون سرنشین. یه روز ایشون اومد، من اون موقع پایگاه ما کاشان بود، یه روز اومد تو دفتر من نشست، گفت این چه کاری بود کردید شما؟ آخه این کاری داره که وقت ما رو دارید میگیرید. من یه جمله بهش گفتم، گفتم نصر یه روزی میرسه که بیای بگی آقا من تو ساخت لندینگیر این موندم، چه کارش کنیم؟ آقا خدا شاهده، حالا ما تصادفی حرف زدیم، 1 سال بعد هم یه اتفاق افتاد. اون موقع هیچ کس لندینگیر تمام کامپوزیت اصلا نمیشناخت، به رسمیت هم نمیشناختن که برند سمت کامپوزیتی کردن لندینگیه. خوب بود، تستای خوبی داشتیم، موفق بودیم، هرچند که تو اولین تستمون لندینگیرمون شکست. به دلیل ضعف طراحی که داشتیم و اینها بچه ها اینقدر نسبت به اصطلاح کارشون احساس نزدیک و به اصطلاح انگیزه‌ای داشتن که
بعضی از دوستان شروع کردن گریه کردن، جمله مهندس نصر. انگار مثلا من کل ثروتم نابود شده بود، به طور ناخودآگاه خالی کردم و نشستم گریه کردم که خیلی اتفاق ناجوری بود. همون پرنده‌ای که آسیب دیده بود رو به اصطلاح بلا فاصله ظرف یه هفته دوباره اصلاح کردیم و هفته بعد دوباره رفتیم میدان و این استمرار داشت. تیکاف هواپیمای شاهد 123 سوتی 031. با وجود آنکه نتیجه نخستین تست چندان موفق نیست، اما سازندگان آن ناامید نمی‌شوند و در همانجا دستور تولید 10 فروند دیگر از این پرنده صادر می‌شود که نهایتاً در فروند سوم پرنده به پایداری لازم می‌رسد. در سال 1386 نخستین پرواز برد بلند پهپاد شاهد 123 با موفقیت انجام می‌شود که در آن پرنده 700 کیلومتر از ایستگاه هدایت و کنترل خود فاصله می‌گیرد و همین تست موفق منجر به تغییر نگاه‌ها نسبت به پهپاد می‌شود. من یادمه شاید مثلا سال 90 بود 91 بود، یه شلیک موشک ما داشتیم به سمت اقیانوس، مثلا می‌خواستیم این نقطه اصابت کجاست. خب مثل روی زمین که حالا دیدگاه زدن نمیدونم یه لحظه میاد روی آب بعدم محو میشه دیگه دودشونه، باید بدونی کجا خورده دیگه، باید بالا سرش باشی بتونی مختصر خودش استخراج کنی. من یادم یکی از پایگاه‌های ارتش هم ما پرواز کردیم، مثلا صبح این هواپیما رفت تقریبا شب تو تاریکی برگشت اومد نشست. بعد اون میگفت این چه هواپیمایی که صبح میره شب بر. اون موقع خب اینجور چیزا یه مقداری عادی نبود. شاهد 123 دو سه تا ویژگی به نسبت بقیه وسیله‌ای که اون موقع تو کشور موجود بود داشت. یکی بحث رادار گریزیش بود. RCS پایین این وسیله بود که میتونست تو شناسایی مورد استفاده قرار بگیره. یکی از ویژگی‌های مهم دیگه‌اش بحث نوع موتورش بود. این موتور یه موتور ونکل دورانی بود با مصرف پایین. ویژگی سوم بحث مداومت وسیله بود. با اون سوخته که داشت این وسیله راحت میتونست نزدیک 15 ساعت مداومت داشته باشه. در این میان در نخستین حضور فرمانده جدید نیروی هوافضا در مجموعه صنایع شاهد هم اتفاقی میافتد که نگاه او نسبت به پهپاد را تا حد زیادی متحول می کند و آن هم تست رادارگریزی پرنده شاهد 123 است. توی بازدیدها به ایشون ارائه شد که این شاهد 123 یه پرنده رادارگریزه با این ویژگی‌ها که میتونه کار شناسایی انجام بده. حاجی گفتن که این تست شده، دوستان گفتن نه، گفتن هفته بعد توی میدون. یعنی عملیات شدن این وسیله یه جورایی برای کارهای شناسایی برون مرزی جرقش از همینجا خورد که تو بازدید آقای حاجی‌زاده دستور این کار رو دادن که حتما بره این بحث رادارگریزی تست بشه. اتفاق مهم دیگر در سالهای پایانی دهه 80 شناسایی و تصویربرداری از پایگاه‌های آمریکایی منطقه با استفاده از پرنده شاهد 123 است که منجر به توجه بیشتر مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح به حوزه بدون سرنشین می‌شود. اولین پهپادی که ما توانستیم پرواز بدیم و اون رو تثبیت بکنیم، چون بالاخره تثبیت یک کار تحقیقاتی زمان میبره، زمان هم برد، خیلی زمان برد، وقت گذاشتیم و اون موقع که به نتیجه رسید به یک باره مدت مداومت پروازی 3-4 ساعت ما یک دفعه شد 12 ساعت. خب این خیلی عالی بود، یعنی ما تشویق شدیم. بعد دیدیم که خب با این ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به بسیاری از اطلاعات که تا قبلش وابسته بودیم به این و اون. یعنی دیگه همه پایگاه‌های امریکایی رفت زیر سیطره اطلاعاتی ما. با همین هواپیما تونستیم در دهه 80 پایگاه‌های آمریکایی رو شناسایی کنیم و بتونیم ترتیب نیروی این پایگاه‌ها و نقاط ثقلشون رو متوجه بشیم. آمریکایی‌ها نتونستن شناسایی کنن این هواپیما رو. به موازات تثبیت پلتفرم پرنده ها در شاهد 123 کار بومیسازی قطعات نیز دنبال می شود که در حوزه فناوری های کلیدی به ویژه موتور کار آغاز شده. با این حال از ظرفیت های بخش خصوصی نیز استفاده می شود. شروع کردیم همه رو بومیسازی کردن.
تقریبا همه را تو بخش خصوصی ما رفتیم قرارداد بستیم. تنها کاری که ما داخل خود مجموعه انجام میدادیم به اصطلاح ساخت بال و بدنه بود. با این حال برای ایجاد تحول و توسعه قدرت پهپادی به منابع مالی برای تحقیقات و ساخت پرنده ها نیاز است. منابع مالی که چندان در دسترس نیست و باید برای آن فکری کرد. دیدم خب ما تجهیزات محوریم تو همه حوزه‌ها، فقط پهپاد هم نبود، موشک بود، نمیدونم پدافع هم بود، حوزه‌های مختلف. خب دنیا که به ما نمیده، تا اون روز نداده بود، میدونستیم در آینده هم نخواهد داد. همینطور هم اتفاق و ما خودمون باید به دست بیاریم. من حتی اولین جلسه‌ای که توفیق شرفیابی داشتم خدمت حضرت آقا سال 88 اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده من یک سری، چون می‌دونم پولم نیست، می‌دونم پولم نداریم، از آقا درخواست کردم که اجازه بده ما بعضی از زمین‌ها پادگانمون رو باید بفروشیم و خرج تحقیقات کنیم، چون می‌دونم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم و اون جلسه اول اینو من مطرح کردم خدمت عزیز آقا. من دقیقاً یادم میاد و میتونم اینجا شهادت بدم که سردار حاجی زاده یک زمینی رو فروخت و پول اون رو تخصیص داد به بنده که برنامه بدم که کدوم پهپادها رو الان برای من بسازم. گفت این پول رو ببرید برای ساخت پهپاد هزینه بکنید. خداوکیلی هم خیلی ما داریم از همه جا داریم میزنیم پول جور میکنیم، سخته برای ما، یعنی برای بنده حقیر که دنبال منابع مالی هستم خیلی راحت نیست این کارا. من مثلا همین اوایل امسال پارسال پول نیومد دیگه، من میدونستم که تو این 3 ماه اول هم اتفاقی نمیفته. ما مثلا رفتیم به ساختمون که زمین جوازدار رو 250 میلیارد تومان ما رفتیم فروختیم. هر کدوم از اینایی که میخوره زمین ما میخندیم بهتون بخاطر اینکه روحیتون آسیب نبینه، ولی واقعا تو دلمون خیلی اذیت میشه. یعنی اینم اولین بار داریم میگیم بهتون، یعنی خودمون خیلی چیز میشه از درون، مثلا یه هواپیما مثلا اینجوری از دست دادیم، خب مثلا انقدر پولشه انقدر. با این رویکرد جدید جان تازه‌ای به پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه پهپاد داده می‌شود و پروژه شاهد 129 که پرنده‌ای در کلاس وزنی 1 تن با فناوری‌های جدید است و از سال 1385 کار آن آغاز شده بود، دوباره به جریان می‌افتد. اوایل 85 بود کار 129 رو اولین به اصطلاح جرقش برای پهپاد 1 تن اون موقع شکل گرفت و رفتیم به سمت اینکه نرم افزارهای هدایت کنترل رو ما بتونیم اوتو تیک آف هم روش بذاریم، یعنی پرنده به صورت اتوماتیک بتونه پرواز کنه بدون نیاز به خلبان و بتونه به اصطلاح بشینه باز بدون نیاز به خلبان، که اینا جزء به اصطلاح فناوری‌های جدید بود. یکی از پروژه‌های مهم اون موقع مثلا همین هواپیمای شاهد 129 بود که خب به هر حال هواپیما بزرگی بود. تا قبل از اون به اصطلاح پهپادها مثلا 100 کیلو، 150 کیلو، 200 کیلو، 250 کیلو همینطور میره بالا، یه دفعه مثلا 1 تن خورده وزن داشت، میتونه 4 تا بمب ببره، مداومت مثلا 24 ساعته داشت. خب این پرنده مهمی بود، در این حال هم سخت بود دیگه، هم ساختش سخت بود هم پروازی کردنش سخت بود. شاهد 129 مبنای تولدش خب بعد از پرنده شناسایی خب میشنهای دیگه هم داشتیم دیگه، مثلا خب بالاخره فرماندهی یه وقت دنباله یه پرنده‌ای که یه مداومت خوبی داشته باشه و تو کلاس رزمی هم ورودی بشه. همزمان با این رشد این پرنده با این شکل و اندازه ما اون بخش عملیات تهاجمی رو شروع کردیم با یک قسمتی که اون موقع آقای مهندس ریاحی که بعدها ایشون شد مسئول شاهد، مأموریت تهاجمی رو با شروع کردیم به بستن. اینکه چجوری ما بایستی سامانه نشانه رویمون باید چجوری باشه، چجوری بایستی از چه میزان بمب باید استفاده کنیم، بمبا اون باید چه ویژگی داشته باشه. آغاز حرکت این موضوع اصلا سال 91 شروع شد که این اتفاق افتاد و نهایتاً ما در سالهای 92 اواسط 92 به بعد ما شاهد تولد پهپاد مراقبت رزمی شاهد 129 شدیم. ما تقریبا یک مقطع دیگه رو داشتیم که باز با توجه به اون هوشمندی که در مجموعه بخش پدافندی ما
و بخشای جنگالی ما در حوزه سپاه بود، اون اتفاق شکار RQ 170 رخ داد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در تشریح چگونگی کنترل و در اختیار گرفتن هواپیمای پیشرفته جاسوسی آمریکا به دست نیروهای مسلح ایران گفت: اخیراً با اطلاعات جمع‌آوری شده و مراقبت‌های دقیق الکترونیکی مشخص شد این هواپیما قصد نفوذ و جاسوسی بر فراز کشورمان را دارد که پس از ورود این هواپیما به فضای شرق کشور، این هواپیما در کمینگاه الکترونیکی نیروهای مسلح قرار گرفت و با حداقل خسارت به زمین نشانده شد. شب بسیار عجیب بود. من خودم همون شب توی همون نقطه حضور داشتم و از اولین نفرایی که رسیدیم بالا سر این پهپاد خود بنده و آقای دماوندیان و 2-3 نفر دیگه از مجموعه. خب این هواپیما زمانی که توسط ما تسخیر شد، حالا با شرایطی که اون شب داشتیم و این هواپیما رو تونستیم به موقع جمع جورش بکنیم و منتقل بکنیم به مرکزیت کشور، نقطه آغازین به دست آوردن برخی از فناوری‌های پهپاد تو سبک آرکیو. این پرنده از همان ابتدا برای احصاء فناوری‌های موجود در آن و همچنین مهندسی معکوس به مجموعه شاهد واگذار می شود که در این مجموعه هم کار بسیار زیادی ابتدا برای رمزگشایی و سپس ساخت نمونه ایرانی آن انجام می شود. تو 2 تا حوزه پهپادهای آرکیو توسعه پیدا کردن، یکی پهپادهای پیستونی، یکی پهپادهای جت. تو بحث پهپادهای جت، اونی که مد نظر فرمانده آن بود و مخصوصا خود سردار حاجی زاده، بحث پرواز در ارتفاع بالا، چون تا قبل از اون نهایتا ما تو ارتفاعات 10-15 هزار پا پرواز میکردیم با پرنده های پیستونی، ولی این پرنده ها ویژگی که داشتن تا ارتفاع 30 و 35 هزار پا به راحتی قابل پرواز بودن. تو این شکل یه تعداد از پهپادهای جت توسعه پیدا کرد که همون اسکله 40% که به اسم شاهد 161 شناخته میشه، اسکله 90% که شاهد 191. خب اینا مثلا پرواز در ارتفاع 30,000 پا و مثلا مداومت 5 ساعت. اما دومین رخداد مهم دهه 90 که میتوان از آن به عنوان جهش دهنده اصلی قدرت پهپادی ایران یاد کرد، جنگ با گروه‌های تروریستی و تکفیری و داعش در کشورهای سوریه و عراق و حضور پهپادهای ایرانی در عرصه جنگ در این 2 کشور است. نخستین جرقه استفاده از پهپاد در سوریه مربوط به سال 1390 است که 2 سامانه پهپاد ابابیل 3 به سوریه منتقل می شود که در مقطع بعدی یعنی در سالهای 91 و 92 سامانه‌های دیگری مانند صادق و شاهد 121 به منظور ارائه تصاویر از صحنه عملیات به فرماندهان در اتاقهای جنگ به سوریه منتقل می شوند. قبل از جنگ داعش کار رزمی رو خیلی به رسمیت نمیشناختن، عکس رو قبول داشتن، کار اطلاعاتی رو قبول داشتن. ما خیلی مایل بودیم این رو مثلا در حوزه‌های عملیاتی ازش استفاده بکنیم. ما مثلا دوست داشتیم ببریم سوریه، ولی تو حوزه رزمی تقریبا کسی رسمیت به ما نمیداد. این تمایل ما بود. اتفاقا حاج قاسم هم خیلی اعتماد نداشت. یعنی جلسه هم که میگرفتیم، حالا بحثای با هم داشتیم، حاج قاسم میگفت نه این عملیاتی نیست و اینجوری و دردسر درست کنه. اونم نگران بود. خب بالاخره اونجا در حضور روس‌ها که البته بعدها اومدن، ولی خب به هر حال بودن، آمریکا حضور داشت، کشورهای اروپایی بودن، سوری ها بودن، بالاخره از گروه های مختلف جلوی اونها یه مقداری نگران بود که من حتی با سردار جعفری صحبت کردم، ایشون دوباره با اون صحبت کرد، دوباره جلسه 3 نفره گذاشتیم، یه مقداری چیز میکرد دیگه، یعنی ایشون احساس میکرد که ممکنه درد سرساز باشه. ولی خب رفتیم، اوایل هم همین بود، بالاخره یه مشکلاتی داشتیم، خیلی فشار اومد به بچه‌ها، به خود ما اینا. اول من خودم شخصا یه مقاومتی انجام دادم نسبت به حضور این هواپیما که همون شاهد 129 بود تو منطقه. ایشون فرمودن چرا مقاومت میکنی؟ من عرض کردم که ما هنوز اونجوری که دلمون قرص باشه کارهای رزمی شد تو اینجا تست نکردیم.
درسته از آب و گل در اومده، ولی دوست داریم بیشتر اینجا تستای تکمیلیش انجام بشه، بعد به منطقه اعزام بشه. خب ایشون هم تا 6 ماه ما رو فرصت داد که تکمیل کنیم تمام آزمایشات و آموزش های نفراتی که مورد نیازه برای حضور در منطقه و ما سال 94 برای اولین بار این هواپیمای شاهد 129 رو وارد منطقه کردیم. فرمانده یگان پهپادی ما اون یه خورده اوایلش مخالفت میکرد و نگران بود که بالاخره بعضی از کاستی‌ها ممکنه وجود داشته، مشکلات وجود داشته باشه و منم میدونستم که اگر زیر بار این مسئولیت نریم این سامانه نخواهد شد. دوستان ما تو اونجا مشغول شده بودن 4-5 روز و شب کار مراقبت انجام داده بودن، تصاویر رو منتقل کرده بودن به اتاق کنترل جنگ در قرارگاه نصر 1 و شب قبل از اینکه من برم یک دونه بمب رو هم استفاده کرده بودن که ناموفق بود. فرداش وقتی من رسیدم خودم رفتم حلب تو قرارگاه. سردار سلیمانی بزرگوار منو دید و انقدر از کیفیت تصاویر ما خوشش اومده بود که به شدت منو بغل کرد، مورد لطف خودش قرار داد، خیلی تعریف تمجید کرد که شما باعث شدید چشم ما به جنگ باز شد، ما هیچ چیزی رو در صحنه نمیتونستیم ببینیم. اینا جملاتیه که سردار شهید ما در اون روز یادم هست که گفتند و اما خب به شدت از بابت بمبی که ناموفق بود و استفاده شده بود ایشون ناراحت بود که بنده خدمت ایشون عرض کردم، گفتم دیروز که دوستان اطلاع دادن من با همین پرواز 2 نفر از متخصصین سازنده بمب را آوردم و امیدوار هستم که این دوستان ما بتونن مشکل رو همین امشب حل بکنن. از آبان ماه سال 1394 دیگه به صورت جدی ما در صحنه جنگ سوریه حضور داشتیم و عملیات‌هایی رو که اونجا انجام دادیم، کارهایی رو که اونجا انجام دادیم، پروازهایی رو که داشتیم، ما تقریباً میتونم بگم تمام صحنه‌های عملیاتی اون شب به بعد رو با پهپاد کار فیلمبرداری انجام دادیم. یادم میاد که شروع کردن کار اطلاعاتی و هر خودرویی رو که میدیدن تعقیب میکردن در عقبه دشمن که ببینن اینها به کجا میرن و بتونن اطلاعات کسب کنن. چند تا خودرو داخل یه خونه وارد شد و متوجه شدیم که این خونه یه خونه شاخصیه. اینجا یه جایی هستش که به صورت اتاق خونه کنترل و خونه فرماندهی، مرکز کنترل از اون استفاده میشه. با اطلاعات دیگه‌ای که از سیستم‌های جمع‌آوری سیگنالی و خبری دیگه جمع شد معلوم شد که این خونه یه خونه شاخصه. اولین روزایی بود که ما روی بمب سیستم فرستنده گذاشته بودیم و فرستنده ما تا لحظات آخر تصویر رو به هواپیما ارسال میکرد و هواپیما اون تصویر رو به ایستگاه کنترل میفرستاد. یادم هستش که این بمب ما وقتی به این افراد نزدیک شد در آخر تصاویر دیدیم که اینا مشغول قلیون کشیدن هم هستن. 5 نفر بودن دور یک میز و این بمب دقیقاً به بالای سر اینا روی دیوار اصابت کرد. خب شما میدونید که بمب وقتی تو خاک بخوره مقدار زیادی از انرژی و ترکشاش تو خاک گم میشه، ولی وقتی توی یه جای سفتی مثل دیوار یا خودرو برخورد میکنه تمام قطعات بمب هم تبدیل به ترکش میشه و اون بمب به بمب قلیونی بین دوستان معروف شده بود و تو صحنه میگفتن که بمب‌های قلیونیمون عملیات خوبی انجام میده.
با استقرار شاهد 129 در عراق و سوریه و انجام هزاران ساعت پرواز عملیاتی، مجموعاً بیش از 700 بمب توسط این پرنده علیه مواضع تروریستا استفاده میشه. اثرگذاری شاهد 129 در روند جنگ به حدی بالاست که باعث جلب توجه ویژه فرماندهان به ویژه شهید سلیمانی میشه و این اثرگذاری به یکی از نقاط مبدأ در تحول قدرت پهپادی ایران تبدیل میشه. کم کم شد جزء ارکان اصلی جنگ با داعش. یعنی اگر ساعت 2 من شب تلفن ما زنگ میزد تو خونه، من می‌گفتم حاج قاسم حتما مثلا مشکلی توی پهپاد هست، یا مثلا زنگ میزد مثلا یا بمبش تموم شده بود یا کم بود، یا خب بالاخره تازه به نتیجه رسیده بودیم دیگه. خود هواپیما مثلا مشکلاتی داشت. سردار سلیمانی تو اغلب عملیات‌ها استفاده از پهپاد رو به همه فرماندهان تاکید میکرد. گفت ما راز موفقیت بسیاری از عملیاتایی که داریم استفاده از این پهپاد و باز کردن چشممون توی میدانه. یادم حاج قاسم در یک شرفیابی که خدمت حضرت آقا داشتیم 3-4 تا نکته رو به صورت شاخص اشاره کرد که پهپادا باعث شده جنگ کوتاه‌تر بشه، کشته بیشتر از دشمن بگیریم، شهید کمتری بدیم و این رو باعث افتخار خودمون میدونیم که در اون صحنه ها حاضر بودیم و تونستیم کارایی رو انجام بدیم که قضاوت این گونه شهید سلیمانی رو به دنبال داشت. تا پایان عملیات‌های بزرگ در سوریه و عراق و نابودی داعش، هواپیمای شاهد 129 در صحنه جنگ با تروریست‌ها در عراق و سوریه حضور دارند و پرواز می‌کنند. حضوری که منجر به بلوغ این پرنده و البته تغییر نگاه جدی فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح به پهپاد می‌شود و اینجاست که حرکت به سمت توسعه قدرت پهپادی در سایر سازمان‌های نیروهای مسلح هم آغاز می‌شود. من متوجه شدم که یک قدرت جدیدی در حال تولده. ببینیم همه موشکی رو درک کرده بودن، موشکی رو به عنوان یک قدرت همه پذیرفته بودن، ولی در حوزه بدون سرنشین اینجوری نبود. حالا یه چیزیه دیگه، یعنی تا شما حساب بکنید مثلا تو سال 95 و 96 هم میگفتن یه چیزی هست، خوبه برای کار اطلاعاتی خوبه، ولی در حدی که قدرتی باشه. مثلا من گفتم بچه‌ها یه روزی میاد این حوزه پهپادها تنه میزنه به تنه موشکی. نگاه میکردن، سکوت میکردن، مخالفت نمیکردن، ولی باورپذیر نبود. ولی خب الحمدلله اتفاق افتاد. کمک بکنید که انشالله از این مسائل عبور بکنیم و در مجموعه نیروهای مسلح، در مجموعه نیروهای هوافضا پهپاد اون جایگاهش رو پیدا بکنه. جایگاهش هم پیدا کرده ولی پرتعداد. یعنی مثلا ما تصمیم میگیریم الان میگیم آقا امروز به موشکی ما دستور میدیم تا ظهر میگیم این مثلا 20 نقطه رو بزنه، انتظار داریم مثلا 300 فروند موشک تو این چند نقطه بزنه تو چند ساعت. خواهیم که قابلیت در بدون سرنشین هم همینطور باشه، مثلا بگیم که خب این بخش رو میسپاریم به اینا، این بخش رو میسپاریم به بدون سرنشین. توی پهپادهای انتحاری کار با شاهد 131 شروع شد. من این رو هم خدمتتون بگم، حالا تقریبا یه خاطره‌ای که سردار حاجی‌زاده وقتی حالا پهپادهای انتحاری اینقدر گل کرد و جای خودش رو توی رده عملیاتی باز کرد، اومدن تو مجموعه شاهد تو بازی که انجام داشتن میگفتن که ما همیشه این پهپاد شاهد 131 رو مثل جودو اردک زش بهش نگاه میکردیم، فکر نمیکردیم یه روزی اینقدر مثلا این بیاد و بتونه جای خودش رو باز بکنه. خب کار با اون شروع شد و بعد از اینکه این تایپی عملیاتی شد توی نیرو، هم یه اسکیلی که فکر میکنم حدود اسکیل 1.14 باشه از شاهد 131 زده شد که به اسم شاهد 136 نامگذاری شد. شاهد 136 یکی از انواع پهپادهای پیشرفته‌ایه که هم هوشمنده، هم دارای سامانه‌های هوشمندی هست که بتونه از سپر پدافندی عبور کنه
و به طور هوشمند اهدافش رو تعیین کنه و به طور هوشمند اهدافش رو مورد تهاجم قرار بده. به این صدا خوب گوش کنید. این صدا امروز آوازه و شهرت جهانی پیدا کرده. شاهد 136 ماحصل پروژه‌ای بود که روزگاری جوجه اردک زشت نامیده میشد. پرنده کوچک، ارزان قیمت و سبک با قابلیت‌های عملیاتی متعدد و فراوان که امروز جای خودش رو حسابی پیدا کرده. سیستم لانچ یا همون پرتاب خودرویی پهپاد شاهد 136 هست که خودرو با سرعت بسیار زیاد شروع به حرکت کردن روی بان میکنه. به سرعت لازم برای تیک آف که برسه پرنده رها میشه و اوج میگیره. الان سرعت ما 140 و 150 کیلومتر و همینطور داره میره بالاتر. روی سرعت 190 کیلومتر پرنده رها میشه و به پرواز در میاد. هیجان خاصی داره. آقا دست شما در نکن. 200 تاش میکردی. Не прячем головы, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Есть уголок на севере Москвы, придешь сюда и обретаешь крылья. Как символ славных дел, как летопись времен, нетленной нашей памяти достойные. Здесь каждый экспонат, здесь каждый павильон, советская, российская история. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние. با گذشت چند ماه از جنگ اوکراین رفته از ژوئیه 2022 ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی شاهد در این جنگ مطرح شد و کمی بعد هم انتشار تصاویری از پهپادی که شبیه شاهد 136 بود و واژه گرانی به معنای گل شمعدانی روی اون درج شده بود تبدیل به خط اصلی فشار به ایران طی ماه‌های بعد شد. Шахеди будуть падати. Не впаде тільки український народ. در پاسخ اما ایران اعلام کرده که در چارچوب همکاری‌های فنی و نظامی مشترکش با روسیه پهپادهایی رو به روسیه فروخته، اما قبل از جنگ اوکراین این اتفاق افتاده. ایران و روسیه اما از سالها قبل همکاری‌هایی رو در حوزه فنی و نظامی با هم دیگه داشتن. ما طی تحقیقاتمون به اسنادی دست پیدا کردیم که ثابت میکنه
ماجرای انتقال تکنولوژی و فروش پهپادهای شاهد به روسیه مربوط به سالها پیش از آغاز جنگ اوکراین. فرمانده نیروی هوایی روسیه مهمان همتایانش در ایران است. ایران میگوید که در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های لوجستیکی و آموزشی گفتگو کردند و ایران هم یک هواپیمای بدون سرنشین را که از روی یک مدل آمریکایی ساخته شده به روسیه هدیه کرده. آقای حسنیاری، به نظر میاد دادن یک هواپیمای بدون سرنشین از طرف ایران به روسیه یک اقدام نمادینه. پیام چنین اقدام نمادینی چی میتونه؟ یک نوع هدیه است برای خوشامدگویی به روس‌ها و احتمالاً شروع همکاری‌های نزدیک با این کشور در این زمین. پهپاد امروز و به ویژه در آینده یک قدرت بسیار بزرگ ایجاد میکنه که اجتناب ناپذیره، یعنی باید داشته باشن همه. پهپاد به خودی خود یه امکانیه، ولی موقعی که ترکیب با موشک میشه، ترکیب با هواپیما میشه، یه توان جدیدی تولید میشه. من به جای ژنرال بودم یه فرماندهی ویژه پهپاد تشکیل میدادم. شما کمک کنید ما فرمانده فضاییمون رو تشکیل بدیم. Помогли, мы создали منم کمک میکنم شما فرمانده پهپادتون رو تشکیل بدید. Вы поможете нам. این یه موضوع آشکاریه، پنهان نیست. ما هم پنهان نمی‌کنیم که به محور مقاومت کمک میکنیم. کمک میکنیم که خودشون بتونن بسازن. کمک میکنیم که خودشون بتونن کارهای عملیاتیشون رو بکنن و هر مقداری که در توانمون باشه در همه اوضاع این کارو خواهیم، یعنی تا الان انجام دادیم، من بعدم خواهیم کرد و حتما از محور مقاومت حمایت میکنیم و کمک میکنیم. اگر درباره پهپادهای ایرانی توی اینترنت جستجو کنید، حتما به چنین تصاویری توی نتایج جستجوهاتون برمیخورید. شیئی عجیب و غریب با ظاهر موشک اما ویژگی‌های یک پهپاد که در جبهه‌های محور مقاومت بارها دیده شده. حدس و گمان‌های زیادی درباره این وسیله بین کارشناسان مختلف مطرح شده بود. اما بعد از مدتی کم کم با بیان کلیدواژه‌هایی از طرف فرماندهان ایرانی مثل پدافند پهپادپایه مشخص شد که مبدأ خلق و تولد این فناوری جدید در دنیا ایران بوده. پهپادی که بتونه کار پدافندی بکنه. اینا ابتکار اولین بار تو ایران این کار شده، اصلا تو جای دیگه که این کار نشده بود. اولین بار ابتکار ایرانیه. این انجام شد. منظورتون موشک 358 است؟ حالا یه مدلش اینه، یه مدلش 358. مدل‌های زیادی داره. حالا بخشش رو خیلی شما هم خبر ندارید ازش. بله اینا شده و این مسیر ادامه داره. آخرین نسل از خانواده پهپادهای شاهد اینجاست. شاهد 149 یا همون غزه معروف. از نظر ابعاد غزه تا به امروز بزرگترین پهپاد ساخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران هست. طول دو سر بال این پرنده ستونی بیش از 22 متر هست. غزه پهپاد بسیار خاصی است و توان حمل محموله بسیار بالایی رو داره. این پرنده میتونه 800 کیلوگرم محموله رو در جایگاه‌هایی مثل این دو جایگاه و یک جایگاه بسیار خاص و ویژه این پایین حمل کنه. انواع محموله‌های جنگالی، اپتیکی، رزمی و شناسایی رو میتونه با خودش حمل کنه و تا 36 ساعت هم مداومت پرواز داشته باشه. موتور غزه از نوع توربوپراپ هست.
استفاده از این موتور برای نخستین بار در یک پهپاد ایرانی اتفاق افتاد. استفاده از این موتور غزه رو قادر به این میکنه که بتونه تا ارتفاع 40,000 پا پرواز کنه. این همه از پهپاد گفتیم. شاید این سوال برای شما به وجود بیاد که آیا پهپاد فقط کاربرد نظامی داره؟ پاسخ خیر هست. همین موتورسیکلتی که من الان در حال حرکت کردن با اون هستم از سرریز فناوری‌های به دست اومده در پهپاد تولید شده. بارورسازی ابرها، نقشه برداری از معادن، کاربرد در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله از دیگر کاربردهایی هست که پهپادها در حوزه غیر نظامی دارن. ببینید ما سرریز دانشمون رو، توانمندیمون رو، دستاوردامون رو به بخش‌های غیر نظامی داریم میدیم. حالا بعضی جاها بیشتر استفاده میکنن، بعضی جاها کمتر. مثلا الان در حوزه همین پهپادها ما متوجه شدیم که ما میتونیم مثلا موتورسیکلت الکتریکی تولید بکنیم. الان شده، الان تولید دارن میکنن، خطش راه افتاده و کاملا هم بومیه. کارهای باروری ابرها شاید اولین بار من دارم مطرح میکنم. ما استفاده میکنیم تا حوزه های مربوط به مثلا شما سیلی که سال 97-98 اومد، سد ایجاد کنن، نمیدونم سیل بند ایجاد کنن، خاکریز بزنن، پیش بینی بکنن. دائما این هواپیمای ما بالای منطقه بود. مثلا هواپیما ما از بوشهر بلند شد بدون سرنشین اومد اونجا شروع کرد گشت زدن. اینا خب مجهز هم هستن، سار دارن، دوربینای چند طیفی دارن. نقشه برداری معادن مثلا می‌بینید مثلا ممکن 6 ماه طول بکشه یه جایی. مثلا با همینا بچه‌ها میان با استفاده از ابزار همین که روی این هست سریع مثلا یه نقشه توپوگرافی خوب رو مثلا ظرف 2 روز مثلا این کار انجام میشه. ببینید 4 دهه کارهای حوزه نیروی هوافضا که قبلا نیروی هوایی بود ادامه پیدا کرد. فرماندهان عوض شدن، مسئولین جابجا شدن، افراد اومدن رفتن، بازنشسته شدن، شهید شدن، از دنیا رفتن. کارها دست به دست شده ولی مسیر ادامه پیدا کرده. شما نمیتونید هیچ جای مثلا مطلبی، سخنی، چیزی که مثلا فرمانده از گذشته مثلا بد بگه، از فرماندهان قبلی مثلا، این روش نیست. ما ممکنه مثلا مسیر مثلا بنده روش هم با سعد سلامی فرق میکنه. سعد سلامی اومد مثلا روشش مثلا با شهید کاظمی فرق میکنه، با شهید مقدم. بله حتما هر فرمانده روش خودشو داره، ولی ببینید بالاخره هر مسئولی میاد یه کارهایی رو انجام داده که مثبت. حالا ممکن شما مثلا بگید که 70% مثبت، اب نداره. اون 70% رو باید برجسته کرد، ادامه داد، قدردان باید باشه. یکی این موضوع خیلی به هر حال مؤثر بود در پیشرفت ما. یکی ببین جرأت و جسارت دادن به محققین، به نیروهای عملیاتی. ما تجربه هم داشتیم، موقعی هم که تستی بود، آزمایشی بود، مثلا ماها میرفتیم تو میدان، حالا از هر نوعی که بود، کار یه مقدار برای بچه‌ها سخت میشد، استرس داشتن، هرچند با هم رفیقیم و دوستانه چی میکردیم. ولی من رفتم، بچه‌ها گفتم بابا این بچه‌ها استرسشون زیاد شده، الان می‌خواستن اون روز پرواز بدن، اولین هواپیمای به اصطلاح مدل ایرانی آرکیسا رفت. میدونستم مثلا مخصوصا رفتم. اون فردی که می‌خواست این پرواز بده هواپیما رو، چون اتوماتیک نبود دیگه، به صورت دستی باید کنترل می‌کرد. من بهش گفتم میدونی برای چی اومدم من؟ گفت اومدی خب پروازم. گفتم نه، من تقریبا مطمئنم اینو میزنی زمین. اومدم اون لحظه چهره تو رو نگاه کنم بخورده بهت بخندم و من میدونم تو نمیتونی این کارو بکنی. اومدم ببینم چجوری زمین میزنی. اصلا آرامش پیدا کرد، خیالش راحت شد، دیگه استرسی نداشت و خیلی راحت پروازشو کرد و من گفت دیگه من راحت شدم. تو خیلی از کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم، اون آدمایی که بالاخره این کارو میخوام بکنن باید بهشون میدان داد، اطمینان کرد، ریسک پذیر باید بود.
خب فرماندهان گذشته ما هم همینطور بودن، ما اونا یاد گرفتیم، خود ما همین روش رو داریم و در سطوح دیگر هم که فرماندهان ما هستن یگانه‌ای همه همینجورن و خب خدا هم کمک کرده، الحمدلله کارام خوب پیش رفته. ما مثلا برای اینکه یک کاری رو انجام بدیم، بررسی‌هایی که انجام میدیم، جلساتی داریم. ما میریم تو اون جلسات کارشناسی نمیگیم مثلا خب این فرمانده باید بیاد، این معاون باید باشه. بعضی جلسات ما افسران جز مثلا سروانه، صدفانه میاد تو جلسه میشینه، بغل دستش یه سرتیپ تمام نشسته، اون طرف یه سرگرد نشسته. ما بگیم که مثلا اصلا این حرفا نیستش که یه محقق، یه دانشمند اتفاقا مثلا جوانه دیگه، مثلا درجهش سرگرد میاد اونجا یا تو حوزه عملیاتی میاد حرف میزنه، مخالفت میکنه، یعنی به اقتضای توانمندی، سواد و دانش طرف و موضوع شرکت میکنن تو جلسه. شاهد امروز یک نماد واقعی و عملی از خواستن و توانستن. تو این مدت ما با خیلی ها صحبت کردیم. برداشت ما اینه که انتخاب درست هدف و مسیر رسیدن به هدف و البته رفع موانع رسیدن به اون هدف توی هر کاری میتونه موفقیت به بار بیاره. شاهد محصول یک ایده است، ایده‌ای که فقط روی کاغذ باقی نموند و تبدیل به محصول شد، ایده‌ای که جسارت جوانها و جرأت و اعتماد بزرگترها اون رو تبدیل به محصول کرد. محصولاتی مثل شاهد 136، شاهد 181، شاهد 129، شاهد 197، غزه و خیلی محصولات دیگری که حتی تا به امروز رسانه‌ای هم نشدن مثل شاهد 139. اما فقط همین تبدیل ایده به محصول مزیت شاهد نبود. شاهد امتحان و درس عملی خودش رو هم در صحنه نبرد پس داد و همین ویژگیه که امروز شاهد رو به عنوان نماد و پرچمدار راه قدرت پهپادی ایران توی دنیا معرفی کرده. پرچم دارا همیشه یک قدم جلوتر از زمانن، از زمین بالاتر نگاشون قلب تپنده جهانن. پرچم دارای این خاک کسی ندارن از سختی، اینجا مهد پهلواناست، خاک پوریا و تختی. یه بار دیگه میان آرشای
اینجا ایران، ایران مرز جاودانه دلیران، سرزمین علم و عشق و ایمان. اینجا ایران، ایران پرچم را رسیدن، ایران فردا رو دیدن، با سرنگی که رنگ عشقم تصویر فردا رو کشیدن. باور کن شکوه این خاک بسته به دستای تو و من، وقتی که با همیم و با هم پا میذاریم تو راهی روشن، پرچم دار از آسمون نمیاد، پرچم دار تو هستی و من، وقتی باور داریم میتونیم میرسیم تا به قله حتما. اینجا ایران، ایران مرز جاودانه دلیران، سرزمین علم و عشق و ایمان. اینجا ایران، ایران پرچم را رسیدن، ایران فردا رو دیدن، با سرنگی که رنگ عشقم تصویر فردا رو کشیدن.